مردی بود میگه یک زنی خیلی بدکردار داشت و بسیار عذاب میکشید. رفیقهای او از حالت این رفیقشان درکدار شدند و یک جای مصلحت کردند که بر او مصلحت میدهیم تا که این زن را طلاق دهد، زیرا حالش خیلی خراب شده است، چهرهش زرد شده است. نزد این رفیقشان آمدند و گفتند، این رفیق گفتند ما درکدار شدیم که تو زنی ناخوب داشتی، ناخوب داری و تو را پیوسته دقت میدهد، عذاب میدهد. چی خوب میشود که از این عذاب با راه طلاق از او خلاص شوی. این مرد چی گفت؟ این مرد مادامی که ایمان کامل داشت و مسلمان بود، گفت این فکر شما هم در خیال من بود، لیکن مرا دو کار نگذاشت که این زن را من طلاق دهم. اول حدیث پیغمبر خدا را خواند. کدام مردی که پیغمبر خدا گفتند صبر علی سوء خلق زوجته اعطاه الله من الاجر مثل ما اعطی ایوب علی بلایی. پیغمبر خدا گفتند کدام مردی که اگر بر آزار زنش صبر کننده است، خداوند بر او اجر حضرت ایوب را چگونه ای که در بیماری کشیده بود، در بلا کشیده بود، خداوند بر این مرد نصیب می‌گرداند. حضرت ایوب 8 سال، با بعض روایت 18 سال با پشت در بالای ریگ خواب کردند، بیماری کشیدند. انا همون اجر را پیغمبر خدا گفت بر مرد خدا نصیب میکند که بر فعل بدی زنش صبر کننده است. این مرد گفت من این حدیث پیغمبر خدا را وقتی که خواندم نخواستم که این زن را طلاق دهم، خواستم که با سبب صبری که من دارم خداوند اون اجر حضرت ایوب را در نامه اعمال من کتابت کند. و دوم سببی که مرا نگذاشت که این زن را طلاق دهم، اگر چی زنی بدفعل است، اگر چی زنی بد اخلاق است، بد گفتار است، این است که وقتی این را من طلاق دهم فردا یک مسلمان دیگر این را در نکاح درآورد و وی مسلمان هم در عذاب گرفتار شود. یعنی اینم یک غمخواری یک برادر مسلمان را نشان میدهد. یعنی وقتی که ما و شما همون زن طلاق میدهیم باید که در خیال خود گذرانیم که این به خانه پدر می رود، به خانه مادر می رود، این در نزد برادر مادر و پدر دیگر قدر ندارد. امروز از حیاتی که در خاندان ما و شماست خودتان خلاصه کنید. وقتی که با 3 فرزند و 4 فرزند و یا شوهر وقتی طلاق می دهد وی در کجا دیگر سرپناه می یابد؟ در کجا وی قدر قیمت می یابد؟ فرزندهای او همه بی تربیه می شوند. دیگر این مادر مجبور می شود که راه زنا را پیش گیرد و برای فرزندها یگان قوت، یگان نان، یگان آب پیدا کنند. یعنی چی یک مصیبت در خاندان اون زن پیدا می شود. امروز یک خیلی همین عقیده نادرستی در خاندانهای مردها یا در عقیده مردها پیدا شده است که اگر مرد زن را طلاق دهد یعنی بچه دار هیچ وقت هم دقت ندارد، با زن دیگر می آبد، زن دیگر می گیرد. لیکن این بسیار عقیده غلط است. چگونه ای که همان زن در خانه خود بی قدر است یا چی قدر رنج عذاب می کشد، این مرد تصور کند که در هر یک رنج عذاب اون زن این مرد گناهگار است و در نزد خدا عاصی است. باید که هیچگاه شما با طلاق خود را از زنهای خود جدا نگردانید. یعنی وقتی که در خاندان شما اگر جنگ می شود، جنجال می شود، می توانید که شما با یک آدمهای خردمند و آدمهای با عقل مراجعت کنید تا که راههای خوبش را برای شما پیدا کنند تا که شما در نزد خداوند گناهگار نشوید.